روز جوان نزد خردمند رفته میگوید سخنان مردم مرا بسیار آزار میدهد. چی کار کنم نمیدونم. خردمند خندیده گفت در این خلطه سنگ‌های بسیار بار کرده تا بگاهی با خود بگردان. جوان این کار را هم کرد. از وزبینی زیاد دستانش درد کرد و باز به نزد خردمند آمده گفت دیگر طاقت برداشتن این سنگ‌ها را ندارم. خردمند گفت سخن‌های مردم هم مثل همین سنگ وزبین هستند. اگر آنها را با خود برداری زود خسته میشوی. یعنی هر رنجی که ما میکشیم سخن بیگانگان را از حد زیاد به دل میگیریم.